سلام و درود دوستان، من بلکو هستم و امروز اومدیم با قسمت اول سری تراریا اکسپرت مود. تو این اپیزود چون که یه نوع ویدیوی دیگه بود، قرار بود که 50 روزه باشه، از این ویدیوهایی که میگن 50 روز زنده موندم و این اتفاق افتاد و این چیزا. برای همین روی ویدیو نتونستم صحبت کنم، ولی خب دیدم تایم اون 50 روزه خیلی طولانی میشه و این تایمش خیلی زیاد میشه، تقریبا میشه 1000 دقیقه رکورد کردن. برای همین تصمیم گرفتم بکنمش سری. الان اپیزود اولمون شده همین ویدیو و حالا بریم که شروعش کنیم. برای شروع همون اولم که دیدید خونه NPC رو ساختم و رفتم توی قاره کنار خونم بگردم. لایف کریستال و یه دونه چست پیدا کردم و اونو لوت کردم. بعد اون یه دونه لایف کریستال دیگه هم پیدا کردم ولی بعد اون به سرعت اولین مرگم توی همون غار رو وقتی که مردم برگشتم شب شده بود و مجبور شدم از پایین خونم برم پایین. یه دونه چست دیگه پیدا کردم و از ریلش استفاده کردم تا برم یه جای دیگه و یکم که اون رو ریل ادامه دادم بازم یه لایف کریستال دیگه پیدا کردم. یکم جلوتر از اون لایف کریستال هم یه دونه چست دیگه پیدا کردم که ماجیک میرور توش بود. اینجا هم هرچی بمب داشتم و خرج این تونل کردم، ولی خب آخرش هم به هیچی نرسیدم و مجبور شدم کار کنم. یکم بلاک ها و اوراق و پوشن ها رو توی 3 تا چست مختلف گذاشتم و کل پلاتینیومام و تانگستنام و خرج ساختن پیککس و کلاه و کفشش کردم و این دفعه رفتم سمت راست مپ، نه چپه، آره چپ، رفتم سمت چپ مپ. یه چست چوبی پیدا کردم و لایف کریستال با یه ریل، همون ریل قبلی بود، ولی خب این دفعه ادامهش دادم تا آخر و رسیدم به این ماشین بایوم و حالا اینجا مجبور شدم که برم زیر زمین که این مابها منو نزنن، ولی خب بازم باید میرفتم بالا تا بتونم اون گلدن چست رو لوت کنم. اینجا فعلا رفتم نفس بگیرم، یکم مابا رو کشتم و بعدش میرم سراغ پلاتینیوما و اون گلدن چست. و توی ماشروم بایوم هم اسپان ریت یکم بیشتر میشه نسبت به حالت عادی، برای همین کلی انیمه اینجا بود، مجبور شدم خیلی وقت صرف اینا کنم. برای همین صحنه سری کردم که سریعتر بگذره. این هم تلاش کردم و بازم یه دونه بند آکسیژن گرفتم، ولی خب مادیفایرش بهتر بود و اونو زدم و این هم دومی مرگم بود. یه گلدم از دست دادم متاسفانه. بعد اون همه لوتی که کردم تصمیم گرفتم برم سمت راست رو دوباره لوت کنم، ولی خب نرم توی این موقع. پلیز سرکب که پیدا کرده بودیم و خیلی سریع بدون دیدن هیچ بایوم دیگه‌ای با مسافت خیلی کمی رسیدیم به جانگل و تصمیم گرفتم برم همین اولین غاری که دیدم رو لوت کنم و این انخلط آف ویندم پیدا کردم.
و اینجا بازم دوباره یه دونه از این منیترها منو زد و کشتش. اما بازم برگشتم و این دفعه نرفتم توی اون قاره و برگشتم یه جا دیگه، بازم اخر تا وینت پیدا کردم. واقعا ممنونم. بله اینجا هم یه دونه هورنتو نمیدونم چجوری، ولی با از این فلیرا زدمش، نمیدونم چطور اینقدر دمیج دارم. و یه دونه از این فرشته چی؟ از این فیریان یه دونه لاک کریستال بهم داد. اینجا هم که یه دونه چست دیگه پیدا کردم، این دفعه فیشینگ راد داشت و بازم اینجا مردم. این دفعه 13 تا گل دراپ شد و بسیار ولی خب ناامید نشدم، برگشتم به بیسم. البته چرا ناامیدش؟ برگشتم به بیسم، کلا 4 تا گل برام مونده بود، ولی خب کلی آیتم به دست آورده بودم، کلی پلاتینیوم از این بمبایی که میزنی روشون یه کپه خیلی بزرگی از اورو میکنن. من 2-3 تا از اونا جنس پلاتینیومیشو پیدا کردم و بازم کلی اور خودش دست آوردم. توی چستای جنگل هم خیلی پلاتینیوم بود و کلا سید خیلی خوبی بود این مپ. تونستم فول ست پلاتینیوم بسازم، ولی خب چون که مجیکم اومدم جانگل هت و جانگل بوتم درست کردم برای خودم. حالا دیگه بعد یکم هم آیتم هامو مرتب کردم دیگه، باید اپیزود بعدی برم سراغ فول ست جانگلی. فقط یه دونه چیزشو میخوام، زرهشو میخوام، بعدش دیگه میریم سراغ آیفیسلو کینگستایم که بزنیمشون. البته عصا هم میخوام، عصای امرالی یا روبی یا دایموندی هم باشه که چه بهتر. ولی خب دیگه ببخشیدم این ویدیو خیلی بد بود، چون که روی ویدیو صحبت نکردم و قرار بود کلا اصلا یه ویدیوی دیگه باشه، قرار بود 50 روزه باشه همونطور که گفتم قبلنم. ولی به هر حال امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. ویدیوهای بعدی قطعا بهتره، چون که دیگه روی خود ویدیو صحبت میکنم. و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون. सबै हार्नुहुन्छ अनि फेरि म हाँस्छु होइन, दोहोरी चल्छ क्या।